تو که خدمتتون عرض کردم به بخش شفاخانه اومدیم. آقای دکتر کاظمی عزیز متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و زیبایی حضور دارن که امروز می‌خوایم در خصوص شکستگی‌های بینی و عوارض اون با شما صحبت بکنیم. دیگه قرار نیست در مورد عمل رینوپلاستی یا جراحی پلاستیکی بینی صحبت بکنیم. می‌خوایم در مورد شکستگی صحبت بکنیم که البته بعضی وقتا هم خودش مقدمه میشه که برن عمل جراحی بینی بکنن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. درود بر شما، خوشحالیم که شما رو دوباره می‌بینیم. آقای دکتر یه خورده در مورد این شکستگی بینی که خیلی هم دردناکه اگر میشه با لطافت صحبت بکنیم که دردش یادش بره. عرض به حضور شما شکستگی بینی شایع‌ترین شکستگی استخوان‌های صورت هستش. بدین مفهوم که چون بینی در مرکز صورت هستش در معرض ضربات مختلف قرار میگیره هنگام تصادفات رانندگی، هنگام صدمات ورزشی مثل بازی‌های فوتبال و جون بازی‌ها در معرض هستش و همچنین در درگیری‌ها و دعواها کاملا در معرض آسیب هستش. درسته. و این شکستگی خیلی شایعی هستش و فوق‌العاده زیاد بروز میکنه. در مردان یه مقدار شایع‌تر هستش چون خب مردان درگیری‌هاشون در زندگی اصولا بیشتر از خانم‌ها. ولی ما دیدیم اکثرا خانم‌ها گفتن دماغمون چون شکسته رفتیم عمل زیبایی کردیم. بله خب خانم‌ها ولی در آقایون یه مقدار شویش بیشتر هستش. در کودکان یک مسائل مهمی رو برای ما میتونه ایجاد کنه به خاطر اینکه حالا یک عوارضی در کودکان میتونه ایجاد کنه که حالا در ادامه توضیح میدم خدمتتون و کلا درمانش خیلی مهمه چون اختلال تنفسی میتونه ایجاد کنه، اختلال در زیبایی شخص میتونه ایجاد کنه و دقت در درمانش ضروری هستش. بعد آقای دکتر وقتی که این اتفاق افتاد باید چیکار کرد؟ چون واقعا یک دردیه که خیلی غیر قابل تحمله. حالا من بالاخره خودم توی زندگی ضربه خورده ببینیم، عذاب آوره واقعا باید اون موقع چیکار کرد؟ چون موقعیه که آدم خیلی نمیتونه خونسرد باشه. بله در اینجور موارد معمولا دست و پاشون رو گم میکنن، نمیدونن چیکار کنن. ولی بهترین توصیه اینه که اولین قدم اینه که کیسه یخ برداریم بذاریم در روی ناحیه بینی. سعی کنیم با سرد کردن ناحیه اون تورم ناشی از اون ضربه، اون خونریزی ناشی از ضربه رو مهار کنیم. توصیه میکنم که در اینجور موارد اگه خونریزی دارید بینیتون رو بگیرید با دو تا انگشتتون قشنگ فشار بدید قسمت پایینش رو، به هیچ وجه نخوابید چون اگه بخوابید خون وارد حلقتون میشه. در حالت نشسته این کار انجام بدید که خون وارد حلقتون نشه. همزمان کیسه یخ بگذارید و از مسکنای مثل بروفن یا ژلوفن یا ناپروگزن یا مسکنای مشابه استفاده کنید. البته اگه منارتی معده ندارید، زخم معده ندارید، چون اینا هم ورم رو کم میکنه و هم تورم رو کم میکنه و هم درد رو کم میکنه و روی هر دو حالتش اثر میکنه. این اقدامات اولیه هستش که شما باید انجام بدید تا به پزشک مراجعه کنید و بعد پزشک معمولا معاینه میکنه، اون خونریزی ها رو یه مقدار ساکشن میکنه، تمیز میکنه تا بتونه داخل. چه پزشکی باید مراجعه بکنه آقای دکتر؟ بله. معمولا بحث شکستگی که پیش میاد فکر میکنن که باید به ارتوپد مراجعه بکنید. بله این شکستگی بینی شاید از معدود شکستگی‌هایی باشه که فقط و فقط باید به جراح گوش حلق و بینی مراجعه کنید. برای درمانش و همچنین درمان عوارضش توصیه اکید میکنم به یک جراح و متخصص گوش حلق و بینی مراجعه کنید. کاملا یک هیته تخصصی گوش حلق و بینی هستش و سایر تخصصا معمولا روی این زیاد تجربه‌ای ندارن. بعد آقای دکتر هر شکستگی بینی نیاز به عمل جراحی داره یا اینکه خیر؟ حالا زیبایی رو کار ندارم، برای ترمیمی برای جا اندازیشون منظور. ببینید وقتی شکستگی بینی رخ میده اولین قدم توسط پزشک معاینه است. این معاینه دو قسمت داره، هم معاینه داخل بینی هست و هم معاینه بیرون بینی هستش. حالا چرا دو قسمت داره توضیح میدم خدمتتون. معاینه داخل بینی از لحاظ اینکه آیا خون جمع شده در اون ناحیه خیلی مهمه که اگه خون جمع بشه یا در اصطلاح ما میگیم هماتوم سپتوم یا تیغه وسطی اگه باشه، به خصوص در کودکان این امر منجر به این میشه که بینی آسیب جدی ببینه و قضروف آسیب ببینه و منجر به زینی شکل شدن بینی میشه که عوارض جدی میشه. پس خیلی مهمه که ما این هماتوما یا تجمع خونها را تشخیص بدیم. دیگه مسئله دیگه معاینه بیرونیش هست که ببینیم آیا اصلا شکستگی رخ داده یا نداده. چون خیلی از مواقع ضربه که بینی وارد میشه نشکسته، فقط یه ضربه وارد شده بینی تحمل کرده و مشکلی ایجاد نشد. همینجا باید بگم که ضرباتی که از کنار وارد میشه معمولا پیشاگاهیشون بهتر از ضرباتی هستش که از روبرو وارد میشه. چون ضرباتی که از روبرو وارد میشه منجر به زینی شکل شدن یا سدل شدن بینی میشه، ولی ضربات کنار معمولا منجر به شکستگی به یک سمت میشن
و قابل اصلاح ترن و نتیجهش هم بهتر است. بعد معمولا غضروف ضربه میخوره یا اینکه استخوان یا اینکه هر دو؟ هر دوتاش میتونه ضربه بخوره. در بزرگسالان چون حدود 2/3 بافت بینی استخون ضربه بیشتری میخوره. در اطفال چون اکثریت بافت بینی غضروفی هستش، غضروف ضربه میخوره. همینجا باید بگم که خیلی از مریض‌ها به ما مراجعه میکنن و با یه عکسی که دستشون میگن آی دکتر این مریض اون ضربه بینی خورده، شما با این عکس بگید شکستی یا نه. باید عرض کنم که شکستگی بینی برخلاف شکستگی‌های سایر جاهای بدن که معمولا با یک گرافی تشخیص داده میشه، قابل تشخیص با گرافی نیست. صرفاً از طریق معاینه بالینیه که قابل تشخیص هستش. چون استخوان بینی خیلی استخوان کوچیکیه، معمولا وقتی شکستگی رخ میده تو رادیوگرافی هایی که میگیریم هم از رادیوگرافی از کنار یا از روبرو به خوبی نمایش داده نمیشه که این شکستگی رخ داده، ولی معاینه در دست یک جراح گوش حلق و بینی با تجربه خیلی کمک کننده تره تا یک رادیوگرافی. بسیار خوب. آقای دکتر، وقتی که بینی ضربه میخوره ممکنه که اختلال تنفسی هم ایجاد بشه، یعنی که واقعا نتونه از راه بینی نفس بکشه، یا اینکه نه اگر که این امکان هست باید چیکار بکنه برای تنفسش؟ ببینید ضربات بینی که وارد میشه خیلی از مواقع تیغه وسط هم با این ضربه ها کج میشه. شاید بیش از 50% موارد تیغه وسط هم کج میشه و این توجه ویژه‌ای میطلبه که اون تیغه وسط هم باید درمان بشه. چرا تیغه وسط باید درمان بشه؟ برای اینکه اگه درمان نشه اون کجی شکستگی بینی ادامه پیدا میکنه و درمان خوبی ارائه نمیشه. پس اصلاح انحراف تیغه وسط یا همون عمل سپتوپلاستی بسیار بعضی اوقات در درمان شکستگی بینی، در جا اندازی شکستگی بینی ضروری میشه. بسیار خوب. بعد چطور درمان میشه؟ اینا واقعا باید عمل بشه یا اینکه نه هم که گچ گرفته بشه ممکنه که خوب بشه؟ معمولا شکستگی بینی در بالغین به صورت سرپایی جا انداخته میشه، یعنی به صورت همین تو مطب بی‌حس میکنیم. بله، تو مطب یا تو کلینیک یا تو درمانگاه میشه به صورت سرپایی جا انداخت، ولی در اطفال اکثرا به جا اندازی تحت بیهوشی نیاز داره چون اطفال تحمل نمیکنن و باید این کار انجام بشه. چه فرقی میکنه حالا مگه برای بزرگسالان و کودکان؟ تحمل درد دیگه. فقط تحمل درد؟ بله، در کودکان خب تحمل دردشون کمتره و ترسشون بیشتره، بالغین خب ترس کم. موضوع آناتومی بینی نیست که هنوز رشد کامل نکرده؟ چرا؟ مسئله آناتومی بینی هم خیلی مهمه. شما در اطفال ضرباتی که بینی اطفال میخوره خیلی مسئله مهمیه. همینجا باید تاکید کنم که خیلی با والدین باید جدی بگیرن ضربات بینی رو در کودکان. چه مشکلی چون غضروف آسیب میبینه. وقتی غضروف آسیب میبینه چون بینی طفل در حال رشد هستش، این آسیب غضروف منجر به آسیب غضروف‌های رشد دهنده بینی میشه و منجر به کج شدن بینی و انحرافات شدید ظاهری میشه. خیلی از مواقع والدین میان میگن این بچه ما 6 سالش بود یه ضربه بینیش خورد هیچیش هم نشد، دکتر بردیم گفت چیزیش نیست خوبه، و الان میاد 18 سالشه میبینیم یک بینی کجی داره که کاملا دیویتد نوزه. اینها فقط صرفا در سن بالا، در سن بالای 17-18 سالگی از طریق عمل زیبایی بینی توسط جراح گوش حلق و بینی قابل انجامه. یک دیویتد نوزی که در اثر یک آسیب بینی در دوران کودکی حاصل میشه صرفا با یک جراحی سپتورینوپلاسی زیبایی در سن بالا قابل انجام، در صورتی که اگه والدین در همون کودکی توجه میکردن و اون شکستگی رو در ظرف 4 روز اول بعد از ضربه جا مینداختن خیلی از مواقع به این موضوع نمی انجامید. خب حالا غیر از اینکه هزینه‌های زیادی برای بیمار ایجاد میکنه، سالیان سال شاید نزدیک 15-16 سال از زمان شکستگی تا زمانی که بشه عملش کرد باید این طفل اینو تحمل کنه، مشکلات تنفسی، مشکلات ظاهری و این مشکل زا هست. اگر که به بینی ضربه خورد و منجر به شکستگی شد اما قابل تحمل بود دردش، به پزشک مراجعه نکردیم، عوارضی منتظر ما هستین که خیر؟ بله میتونه. اگه خب بینیتون شکستگیش با جابجایی باشه، ببینید شکستگی 2 مدل هستن، یا با جابجایی یا بدون جابجایی. اگه بدون جابجایی باشن این چیز موردی که شما میفرمایید مشکل ایجاد نمیکنه، اما اگه با جابجایی همراه باشه قطعا این جابجایی منجر به کج شدن، فرو رفتگی یا اختلال تنفس میتونه بشه. پس درمانش ضروری هستش. بسیار خوب، سپاسگزارم. دست شما درد نکنه. ما باید خداحافظی بکنیم از آقای دکتر کاظمی. اگر نکته خاصی هست بفرمایید که الا باید خداحافظی. من باز تاکید میکنم که در کودکان ضربات بینی چون خیلی عادت شده که میگن که بعد بذاریم ورمش بخوابه بعد بریم دکتر. من تاکید میکنم که در 4 روز اول
همون زمانی که مقدار ورم هم داره مراجعه کنن و اگر هم خواستن ورمش بخواد بیشتر از 4 روز صبر نکنن، چون شکستگی بینی در اطفال خیلی سریع جوش میخوره و این منجر میشه که دیگه نشه کاری کرد و به عمل زیبایی در سن بزرگسالی میاد. بسیار خوب، سپاسگزارم. تشکر میکنم از حضور ارزشمند جناب دکتر کاظمی و خداحافظی میکنم. از شما بینندگانم تشکر میکنم که همراه و بیننده بودید.